السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، خداوند هر یکی ما و شما را نگهبان باشه. ساعت نیم کم یکی شبه، بگم همه تقریبا خوابن بجز جین ها. وقتی که طاقه که بمانی دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش چشم می آید تا اینکه جین ضررش نرسانه. هر شخصی که 100 بار روزش بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، با او ضررش یگان چیز نمیرسونه، نه جین و نه شیطان، و داخلش شدنی بدنی وی نمیتوانند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودن که هر شخصی که این را، یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر 100 بار بگه، از او در یگان انسان بهتر نیست مگر جز شخصی که 101 بار بگه. یعنی هر شخصی که بسیارتر بگه اون بهتره نزد پروردگار. و همون خاطر این دعاها را از یاد کنین و دعایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. این دعاها را بخونین انشاءالله که یگان چیز ضررش برای ما و شما رسانده نمیتوانه. باقی در امان الله باشین. خداوند هر یک ما و شما را حفظ کنه، در حفظ امانش نگه بداره. با دعا باشین، از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین. السلام علیکم.